الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى إن حلقي شستو هشتم از آموزش كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه وسلم بنده و رسول الله و خاتم الانبیا هستند. در دو حلقه گذشته، حلقه 66 و 67، ما به شما در مسئله الولاء والبراء صحبت نمودیم و شاید 70% معلومات را در آنجا به شما بیان نمودیم و به شما بیان گشت که براءت و الولاء، موالات، این مهمترین مسئله است که باید هر مسلمان داشته باشد و یکی از لوازمات، ضروریات، مسائل مهم توحید است و توحید به الولاء و البراء توحید نیست و اسلام به این دو کلمه که الولاء و البراء هست قبول نیست. و این چنین به شما بیان گشت که براءت، خاص براءت، البراء، این شرط صحت محبت است و محبت شرط پنجمین صحت لا اله الا الله است. لا اله الا الله همان وقت صحیح می شود که محبت به وجود آید و محبت همان وقت صحیح می شود و به وجود می آید که براءت به وجود بیاید. پس کسی که براءت ندارد از مشرکین و کافرین و مرتدین، بغض و عداوت قلبی ندارد، عداوت ظاهری جسمی ندارد، داند که محبت ندارد. کسی که محبت ندارد داند که شرط صحت لا اله الا الله ندارد و لا اله الا اللهش صحیح نیست. سبحان الله، ببینید که این مسائل به هم دیگر چگونه مثل زنجیر پیوست هستند که جدا کردن ناممکن است و امکان ندارد. امروز مرجعه ها کوشش میکنند که مسئله براءت را جدا بکنند، اما ناممکن است، چرا که این دین الله است و تغییر دادنش ناممکن است. چگونه که الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر را، قرآن را نازل کردیم و ما خودمان حفظ میکنیم. عموم شریعت را الله سبحانه و تعالی حفظ میکند. چرا براءت شرط محبت است؟ یعنی محبتی که براءت ندارد محبت صحیح نیست، درست نیست. چرا؟ برای آنکه امروز و در روزهای گذشته هم مسلمان های پیدا می شدند که محبت الله دارند، محبت رسول دارند، محبت دین دارند، محبت توحید دارند، محبت اهل توحید دارند، اما براءت مشرکین ندارند. سبحان الله. اما براءت کافرین و مرتدین ندارند. بغض و عداوت، بغض قلبی، بدبینی قلبی و عداوت جسمی و ظاهری نسبت مشرکین، کافرین و مرتدین ندارند. پس محبتی که در دین کردن قبول نیست، چرا که این محبت همه کرده اشون باطل است. محبت حقیقی همان محبت است که دین و الله و رسول و توحید و اهل توحید دوست داشته شود و دشمنان این
این دین و دشمنان الله و رسولش و توحید و دشمنان اهل توحید باید دشمنی کرده شود، براءت کرده شود. این حقیقت محبت است. امروز زیادند کسانی که میگویند که ما الله را دوست داریم، دعوای محبت الله، محبت رسول، محبت دین، محبت قرآن، محبت توحید، محبت اهل توحید میکنند. موحدند از این جهت، اما از جهت دیگر بغض و عداوت، دشمنی درونی و ظاهری ندارند. پس اسلامشون درست نیست. چرا که دشمنی کردن، بغض و عداوت کردن با کافرها قلباً این اصل دین است. کسی که قلباً دشمنی ندارد، نسبت کافرها بغض و عداوت ندارد، کافر است. اما ظاهراً البته چگونه که بیان کردیم، ظاهراً البته این واجبات از واجبات دین است که ترکش گناه کبیره است، اما کافر نمیکند، اما در بعضی حالات انسان رو کافر میکند. پس برادرم و خواهر موحدم، بارک الله فیکم، براءت را به توحیدت آمیخته ساز. براءت مشرکین، براءت کفار، براءت مرتدین و تکفیر کردن آنها باید در تو به وجود بیاید تا که توحیدت صحیح گردد. پس در این حلقه بارک الله فیکم ما سخنان اهل علم را ذکر میکنیم که از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت هستند. ذکر می نماییم که اسلامی که براءت ندارد قبول نیست. هر اسلامی که براءت از مشرکین نداشته باشد و تکفیر آنها را نداشته باشد، این اسلام از انسان قبول نمی گردد، زیرا که این اسلام ناپره هست. سبحان الله. شیخ مجدد الدین امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله میگویند: و انت یا من الله عليك بالاسلام وعرفت ان ما من اله الا الله. و تو ای آنی که الله به تو اسلامش را منت گذاشت، به تو اسلام را نصیب کرد و فهمیدی که البته هیچ معبودی نیست بجز الله و معبودی برحق و یگانه الله است، این را فهمیدی. لا تظن انك اذا قلت هذا هو الحق وان تارك ما سواه، لكن لا اتعرض للمشركين ولا اقول فيهم شيئا، لا تظن ان ذلك يحصل لك به الدخول في الاسلام. گمان نکن که بعد از این که اسلام را فهمیدی کلمه حق را، لا اله الا الله را فهمیدی، گمان نکن که به همین کلمه حق، به فهمیدن همین کلمه حق و ترک کردن غیر الله، یعنی تمسک کردن به الله، تنها به همین من نجات میابم و خلاص میشوم و نسبت مشرکین هیچ تعرضی ندارم، نسبت مشرکین ضدیتی ندارم و در حق اونها سخنی نمی کنم، این چنین گمان نداشته باش. زیرا که اگر این چنین فکر داشته باشی، دان که میگویند با این عملت به اسلام داخل نشده ای و گمان نکن که این عمل تو را به اسلام دارد. یعنی مقصد شیخ این است که ای مسلمانی که مسلمان شده ای، معنای لا اله الا الله را فهمیده ای، گمان نکن که اگر تو لا اله الا الله را فهمی، غیر الله را ترک کنی، فقط به الله چنگ زنی، اما به مشرکان کار نداشته باشی، در حق مشرکین، مرتدین، کافرین کار نکنی، براءت نکنی، سخنی نگویی، اونها را دشمنی نکنی، بغض و عداوت نداشته باشی، تو نجات میابی. این چنین گمان نکن. باید بدانی که میگند اگر همین طور فکر کرده باشی که تو لا اله الا الله بگویی، فقط به الله چنگ زنی و به کافر کار نداشته باشی، به مشرکین، به مرتدین کار نداشته باشی، براءت نداشته باشی، به اسلام داخل نمیشوی و اسلام بر تو حاصل نمیگردد. سبحان الله. امروز چقدر مسلمان های پیدا میشوند که در حقیقت الله را دوست دارند، رسول الله را دوست دارند، اهل موحدین را دوست دارند، اما از مشرکین
براءت نکرده اند. از کافرین براءت نکرده اند. کافرین و مشرکین را در حقشان حالا بغض قلبی هم ندارند و عداوتی ظاهری هم ندارند. سبحان الله. پس اینها کیها اند؟ کسانی که اسلامشان صحیح نیست. کافرین را کافر گفته نمیتوانند. الله المستعان. و در دوام شیخ الاسلام میگویند بل لابد من بغضهم و بغض من يحبهم مثبتهم و معاداتهم كما قال ابوك ابراهیم. بلکه بدان بغض کافران این یک چیزی ضروری هست، بلکه ضرور است که کافرها را بد ببینی، بغض نسبت آنها داشته باشی. نه فقط کافر و مشرک و مرتد را، بلکه بغض و عداوت داشته باشی نسبت کسانی که کافران را دوست می‌دارند. سبحان الله. ببینید این مسئله بنیاد نازک است. فقط کافران و مشرکان و مرتدان را بد دیدن و بغض و عداوت باطنی و ظاهری کردن کافی نیست، بلکه هر کسی که کافران و مشرکان و مرتدان را از مسلمانان دوست می‌دارند باید این را هم بد بینی. چرا که و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کسی که از مسلمان ها، از شما کافران را دوست بدارد و دوست خود قرار بدهد، موالات بکند، از همون کافر است، کافر است. پس شیخ الاسلام میگند هر کسی که کافران را، مشرکین مرتدین را دوست می‌دارد، اونها را هم باید تو بد ببینی و دشمنی بکنی. چگونه ای که پدرت ابراهیم علیه السلام گفت. الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره ممتحنه آیه 4 آمده است ولقد كان لكم اسوة حسنه. به تحقیق برای شما ای امت اسلام، ای مسلمان ها، یک الگوی نیکوی است. فی ابراهیم والذین معه. ابراهیم، در ابراهیم و آن کسانی که همراه ابراهیم از اهل ایمان بودند. اذ قالوا لقومهم. زمانی که به قومشان گفتند إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. البته و هر آینه ما براءت می جوییم از شما، یعنی بغض قلبی داریم و عداوت ظاهری داریم و بیزار از شمایم ای مشرکین و از آن چیزی که شما غیر الله می پرستید از اونم بیزاریم. ما به شما کفر ورزیدیم، یعنی شما را رد کردیم، قبول نداریم و بین ما و شما عداوت و بغضها ابدا باقی میماند تا همان زمانی که به الله یگانه ایمان بیاورید. الله اکبر. الله میگه که در همین عملی ابراهیم شما پیروی نمایید. در همین عمل، در براءتی که ابراهیم از مشرکین کرده اند، از طاغوت کرده اند، ابراهیم را الگوی خود بگیرید. به عباره دیگر معنای آیت این است که ای امت اسلام، ابراهیم و کسانی که به ابراهیم پیرو بودند و ایمان آورده بودند برای شما الگوی بینهایت قوی است، نمونه است برای یکتا پرستی و براءت جستن از مشرکین و کافرین مرتدین که ابراهیم گفتند. چگونه نمونند؟ نمونه اینجاست که ابراهیم به قومشان گفتند که حتما ما از شما بیزار هستیم و آن چیزی که از غیر الله میپرستید از اونم بیزاریم و ما به شما کفر ورزیدیم، به خود شما، به عمل مشرکی شما، و بین ما و شما عداوت و بغضها باقی میماند. دو رکنی چی؟ براءت، بغض رکنی قلبی، عداوت رکنی جسمی باقی میماند تا همان زمانی که ایمان به الله یگانه بیاورید. پس
به الگویتان پیرو باشید. ای امت اسلام، ای برادرم و خواهر موحدم، به پدرت ابراهیم، به الگوی نمونه‌ات که الله اون را به تو نمونه کرده است پیرو بشو و بر طاغوت و بر کافرین و مشرکین کفر بورز و براءت قوی خود را اعلام بکن. سبحان الله. بل در دوام الشیخ میگویند ولو یقول رجل انا اتبع النبی وهو على الحق لكن لا اتعرض للات وعزى ولا اتعرض ابا جهل وامثاله ما علي منهم لم يصح اسلامه. و اگر یک مرد بگوید، یک انسان بگوید که من پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم و من اعتقاد دارم که رسول الله در دین حق است، اما یا که لیکن اعتراض نسبت بت‌های مشرکین نمیکنیم، لات، عزا، و اعتراض به ابو جهل و ابو لهب و امثالش، عتبه و ربه و شبه و اینا، اعتراض به اونها هم کاری ندارم، زیرا که نه از این بت‌ها نه از این مشرکا به من هیچ ضرری نرسیده است. لم یصح اسلام، اسلام این انسان صحیح نیست. یعنی به مثال امروزه بگیم، هر کسی بگوید که من پیروی رسول الله میکنم، رسول الله حق است، اما به طاغوت ها کار ندارم، به حکم غیر ما انزل الله که امروز هست کار ندارم، خوب است، و به این مشرکین، به این مزارهای شرکی، قبرها هیچ کاری ندارم، برای اون که از اینها به من هیچ ضرری نرسیده است، اسلامش صحیح نیست. بارک الله فیکم. و این چنین محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگویند و معنى الكفر بالطاغوت أن تتبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله سبحانه وتعالى وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أبوك أو أخوك. و معنای کفر بر طاغوت این است که تو بیزاری بجویی، تتبرع، بیزاری بجویی، براعت رو اعلام بکنی، بغضی قلبی و با دشمنی ظاهری از همه آن چیزی که یعتقد فیه غیر الله، از همه همون کسانی که چیزانی که اعتقادش غیر الله هست، و شهادت بدهی بر کفر بودن و ضلالت و در گمراهی بودنی همون چیزها، همون کسها، و بعدش ببینی گرچنده که پدرت یا برادرت باشد، یعنی گرچنده که پدرت یا برادرت یا دیگر انسان ها باشد، فرقی ندارد که کسی از انسان ها نباشد که اعتقاد غیر الله را بکند، به غیر الله اعتقاد بکند، باید از همون انسان ها بیزاری بجویی، تبرع خود را، براءت خود را اعلام بکنی و شهادت بر کفر بودن اونها و در حالت گمراهی بودن اونها شهادت بدی و بغض و عداوت نسبت اونها داشته باشی. انمین معنای کفر بر طاغوت است. بارک الله فیکم. و این چنین در مجموعه التوحید صفحه 19 ذکر شده است که شیخ میگویند فاذا فهمت هذا عرفت ان كثير من الذين يدعون الدين أو يدعون الدين لا يعرفون لا إله إلا الله، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك والعذاب والأسر والضر والهجرة للحوش مع أنه أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. يعني زمان تفهمدي معنای حقیقت لا اله الا الله را و براءت را، زمانی که براءت حقیقی را از مشرکین فهمیدی، بعد میفهمی که بسیاری از انسان ها امروز هستند که معنای لا اله الا الله را نمیدانند. شاید معروف شده اند به ملا، به دعوتگر، اما از معنای لا اله الا الله بیخبرند. یعنی وقتی که براءت را، حقیقتش را میفهمی، بعد به تو معنای لا اله الا الله آشکار میشد. یعنی وقتی که براءت را فهمیدی، بعد میدانی که بسیاری از انسان ها از لا اله الا الله بیخبرند. کسی که براءت را نداند، معنای یا مسئله الولاء والبراء را نداند، لا اله الا الله را ندانستد. در حقیقت امروز بسیاری از کسانی که لا اله الا الله میگند معنای لا اله الا الله را نمیدانند، نفهمیده اند، چرا که براءت ندارند.
پس میگن اگر همین براءت نمی بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چرا صحابگانش را به این همه مصیبت و عذاب و مشقت و قتل و کشتار طاقت را دعوت کرد؟ یعنی صحابگان را رسول الله دعوت نمودند تا که همه طاقت بکنند، صبر بکنند و براءت را داشته باشند. یعنی اجازت نداد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در یگان حالت اجازت ندادند که نسبت کافر مهربانی کرده شود یا کافر را کافر نگفته شود یا که از دین گشته شود، مگر هم در حالت هایی که البته معروف است اکراه شدید. و سخن بهترین شیخ محمد ابن عبدالوهاب باز این است که میگویند فالله الله یا اخوانی، الله الله ای برادران من، تمسکو به اصل دینکم، به اصل دینتان چنگ بزنید، و اوله و اسه و رأسه شهادت ان لا اله الا الله، و بدانید اول دین، اساس دین، رأس دین این شهادت دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله است. اساس دین، اول دین، آخر دین این شهادت لا اله الا الله است. و اعرفوا معناها و احبوها، معنای این کلمه بزرگ را بدانید و دوست بدارید این کلمه را. و احبو اهلها، و اهل این کلمه را دوست بدارید. اهل این کلمه کی هستند؟ کسانی که در حقیقت معناش را فهمیدند و عملا اجرا میکنند، نه همه کسی که با زبان میگد. امروز علمانی، لیبرالی، دموکراسی، مرتد و قبوری این کلمه را میگن، لیکن اهل این کلمه نیستند. اهل این کلمه، ما نگفتیم که گوینده این کلمه را دوست بدارید، نه، بلکه اهل این کلمه را دوست دارید. اهل این کلمه همون کسانی که بر حق این کلمه را معناش را فهمیدند و مقتضای این کلمه را به جا می آورند، رکن این کلمه را، کفر بر طاغوت، الولاء والبراء، النفی والاثبات، شروط هفتگانه این کلمه را به جا می آورند. این اهل کلمه هستند. و جعلوهم اخوانکم، اهل این کلمه را برادران خود قرار بدهید، که امروز در حقیقت این عمل ضعیف است، در این عمل کمبودی داریم. ولو كانوا بعیدین منکم نسبا، گرچنده که از شما با نسب دور باشند، از نسب شما نباشند اما برادر شما اند. وکفروا بالطواغیت و عادوهم و ابغضوهم، و به طاغوت ها کفر ورزید و دشمنی بکنید و بغض و عداوت داشته باشید. طاغوت معروف است. ابن القیم اجازه میگن طاغوت بینها چیزی بسیار است و طاغوت را تعریف میکنند و میگن معنی داد میکنند و میگویند كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، هر آن چیزی که بنده حدش را تجاوز میکند و میگذرد، افراط میکند، غلو میکند در عبادت یا که در طاعت یا که در اتباع. برای همین علما میگن در سه چیز طاغوت به وجود میاد: در عبادت، در طاعت و در اتباع و پیروی. در غیر دین، در غیر الله و رسولش. و ابغضوا من احبهم او جادل عنهم او لم یکفرهم، برادران و خواهران موحدم سخت دقت بدهید که همینجا بینها جای نازک است و عقیده مهم اهل سنت و جماعت است. ما گفتیم به طاغوت ها کفر ورزید و دشمنی بکنید و بغض و عداوت داشته باشید، کافی نیست، دوام دارد. و ابغضوا من احبهم، و بغض و عداوت داشته باشید نسبت کسانی که کافران را دوست می دارند. سبحان الله. یا که از نام کافرها به شما مجادله می کنند و کافرها را حمایت می کنند، یا که کسانی که کافران و مرتدان را تکفیر نمی کنند. البته در مسئله اجتهادی اختلافی باقی ندارد، اما در مسئله یقینی 100% آشکار و ظاهر و واضحه که کافر است تکفیر نکرد، ببینید از اونها هم براءت بجید. او
لم یکفرهم، بغض عداوت داشته باشد نسبت کسانی که کافر را کافر نمیشمارد. او قال ما علی منهم، یا بار قسم دیگر که بغض و عداوت داشته باشد نسبت کسانی که میگند کافرها به من هیچ ضرری نرسوند، مشرکا به من ضرری نرسوند، حتی من در بین اونها زندگی میکنم به من فایده رسوند، برای همین من هیچ چیزی گفته نمیتونم. از اونها هم چی کنید؟ براءت بکنید. او قال ما کلفنی الله بهم، یا که کسی بگوید که الله از من این چیز را طلب نکرده است، کافر کردن کافران، بیزار جستن از اونها، بغض و عداوت کردن کافران و مشرکان و مرتدان، این چیزها را الله از من نخواسته است، تکلیف نکرده است. هر کسی که این سخن را میگه از همونم براءت بگید، همین رو هم بعد ببینید بغض و عداوت داشته باشید. زیرا که کسی که این سخنها را میگوید فقد کذب هذا على الله و افترى اثما مبینا، زیرا که هر کسی که این عقیده ها را دارد، کافر را دوست دارد، از نام اونها مجادله میکند، کافرشون نمیگوید، میگوید که کافر به من ضرر نرسونند، یا که میگوید که الله به من امر نکرده است که کافر را دشمنی کنم یا که کافر بگویم، به این سخنش به الله دروغ گفته است و یک افتراء و بهتان، اسم گناه بزرگ آشکار را به جا آورده است. زیرا که فقد کلف الله كل مسلم ببغض الكفار، زیرا که الله سبحانه و تعالی هر یک مسلمان را تکلیف کرده است. کلف یعنی طلب نموده است و این امر شرعی هست و واجبات دینی هست که کافر را بد ببیند، به بد دیدن کافر، به بغض و عداوت کافر امر کرده است. و افترض علیه عداوتهم، و فرض کرده است دشمنی اونها را، و تکفیرهم و البراءت منهم، و تکفیر کردن کافران را و بیزاری جستن اونها را. پس تکفیر کردن هم این واجبات دین است، اصل دین نیست، البته واجبات دین است. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم، گرچنده که این کافرها پدر شما باشد، فرزندان شما باشد یا برادران شما باشد. این سوره مجادله آیه 22 است که الله میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشيرتهم الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. پس الله که چنگ بزنید به همین گفته ها تا که امید کرده شود که ربتون، اللهتون را ملاقات بکنید در حالتی که به وجه چیزی را شریک انجام نداده باشید. سبحان الله. یعنی وقتی که این چیزها را عملا انجام دادید، از شرک دورید و امید است که وقتی که به الله روبرو میشید از شرک دورید. و این سخنی در حقیقت زیبای پرمعنای شیخ مجدد الدین محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بود. و یکی دیگر سخن شیخ محمد ابن عبدالوهاب را ذکر میکنیم که در فتاوا مجله 8 113 صفحه آمده است که یک جمله است، میگویند ان الانسان لا يستقيم له دين ولا اسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوه المشركين وتصريح لهم بالعداوه والبغضاء. یعنی البته دین انسان، اسلام انسان و توحید انسان مستقیم نمی شود، درست و صحیح نمی شود تا همان زمانی که، یعنی درست نمی شود میگن گرچنده که الله را یگانه شناسد، شرک را ترک کند. یعنی گرچنده که انسان موحد باشد، الله را یگانه شناسد، شرک را ترک کند، هم دین انسان مستقیم نمی شود، درست نمی شود تا همان زمانی که عداوت و دشمنی در حق مشرکین به وجود نآید و آشکار و صریح دشمنی و بغض در حق مشرکین داشته باشد. یعنی انسانی که میگه که من الله را یگانه میشناسم، موحدم و شرک را ترک کردم و همین برای من کافی است، البته گفتیم دینش صحیح نیست. چخیلی که شیخ محمد الله میگن البته انسان مستقیم نمیشود برایش دینش و نه اسلامش، گرچنده که الله را یگانه شمارد و شرک را ترک کند، مگرم همان زمانی که با عداوت مشرکین و آشکار کردن نسبت اونها عداوت و بغض را. پس خود شما قضاوت بکنید که ما چقدر از این مسائل دور ماندیم، چقدر مردم امت اسلام از این مسائل بیخبرند.
بارك الله فيكم. البته با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده فرزندان و نبیرگان محمد ابن عبدالوهاب که همه اشون علمای دین بودن سخنهای اونها را در این مسئله